تا حالا فکر کردی اگر یه مشاور املاک از یه مشکل پنهان توی خونه خبر داشته باشه ولی چیزی نگه چی میشه؟ آیا فقط فروشنده مسئوله؟ واقعیت اینه که نه. طبق کدای اخلاقی ریکو اگه یه مشاور اطلاعاتی داره که میتونه روی تصمیم گیری خریدار تاثیر بذاره، موظف اون اطلاعات رو افشا کنه، حتی اگر فروشنده نخواد. فرض کن مشاور در جریان باشه که توی زیرزمین یه بار کپک بوده یا سابقه نشتی وجود داشته، ولی میگه من فقط انتقال دهنده اطلاعاتم و اشاره نمیکنه. اگر بعد از فروش مشکل کشف بشه، هم فروشنده میتونه درگیر بشه، هم مشاور ممکنه یا جریمه یا تعلیق یا با شکایت روبرو بشه. ریکو گزارش‌های زیادی از این نوع سردانگاری‌ها دریافت میکنه و باور کن خیلی وقتا برای مشاور هزینه‌اش بیشتر از کمیسیونشه. به عنوان مشاور نقش ما فقط تبلیغ ملک نیست، بلکه حفظ شفافیت و منافع مشتریامونه. و اگر فروشنده‌ای باید مطمئن شی که مشاورت از اطلاعات کلیدی خبر داره و درست منتقلشون میکنه. در نهایت اعتماد ساختنیه، نه یه ادعا. یه راه حل عالی برای پروتکت کردن ایجنت و فروشنده دارم که اگه میخوای بدونی ویدیو بعدی رو نگاه کن.